اخراج چند مهاجر افغانستانی از تاجیکستان پناهجویان دیگر را نگران کرده است. اکثر آنها تلاش می‌کنند در کوچه و بازار زیاد نگردند، می‌ترسند که بازداشت و به افغانستان فرستاده می‌شوند. اینجا بینای در درآمدگاه شهر وحدت مکان زندگی یک گروه از مهاجران افغانستانی است. در این بنا بیش از 100 خانواده مهاجران افغانستانی به سر میبرند. اکثر مهاجران حاضر نیستند در نزد کامرا درباره مسئله اخراج از تاجیکستان صحبت کنند، چون میترسند که برایشان مشکل ایجاد می شود. ولی چند نفر آنها در صحبت بدون کامرا تصدیق کردند که در هفته های اخیر چند نفر از مهاجران افغانستانی از تاجیکستان اخراج کرده شدند. در اکثر این دکان و مغازه و آشخانه ها در مرکز شهر وحدت قبلا پناهندگان افغانستانی کار می‌کردند. حالا تقریبا دری همه آنها بسته است. نگرانی از اخراج به افغانستان در حال است که پناهندگان، خصوصا آنهایی که سالها پیش به تاجیکستان آمدند، با مشکل زندگی روبرو هستند. زندگی مهاجر خواهی از کابل بدبخش جنگ جوش بود ای کدامت اینجا. این از 4 سال میشه که آمده، مثل میواره 4 سال 3 سال 2 سال 5 سال 10 سال میشه که نمیجا آمده افتاده. نه مانده کار غریبی هم بسیار کمچین از اینجا کار نیست. مردم بسیار پریشان است، با خدا مهاجر بسیار پریشان است. اکثر پناهندگان افغانستانی با امید رفتن به کشور سوم به خصوص کانادا به تاجیکستان آمدند. حالا که در افغانستان طالبان در سر قدرت هستند، اکثر آنها نمیخواهند به کشورشان برگردند. اگر نصیب باشه که ما رو ببره خوب میریم، اگر ما باشه خوب خود ما نمیتونیم که از چیز خود یعنی بریم. طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی از 19 آگوست تا حالا بیشتر از 10 و در یک سال اخیر 74 پناهجوی افغانستانی به وطنشان بازگردانده شدند. این کار نگرانی کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را به میان آورد. مقامات در این زمینه یگان شرح ندادند. در تاجیکستان بیشتر از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر میبرند.